بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید. در درس روز گذشته ما با افتتاح کتاب صحیح البخاری که الحمدلله این دوره دومش است که شروع میکنیم. یقینا اگر علمای وطن ما، بزرگای وطن ما را کمک نکنه، تقویه نکنه، شاباسی نگویه و تشکری به ما یاد نکنه، ما یه چیز کردن نمیتونیم. ما کت علما هستیم. اگر علما کت ما نباشن، علما ما را کت ما جنجال کنن، با هیچ وجه یک تو حدیث ما خوانده نمیتونیم. مگر ما یک تشویش هم ندارم، به خاطر که رابطه ما کت علما هست. امروز علمایی که ما در این مجلس الله شاهد است، این را ثبت نکنید، گپای ما را ثبت نکنید، درس شروع کردیم با ثبت کنید. یعنی الله شاهد است که به این قدر گپم ما خودم شخصا رو دینه بود. یعنی الله شاهد است. عالمی رقم پیش میره، ولی دوستا که خبر شدین آمدین ما را تقویه کردین، آل خوشحال شد. این بزرگا کت ما هستن. انشالله اگر کدام مشکلاتی می داشته باشیم و باز میگن این مشکل داری، ما با میپذیریم، ما قبول میکنیم. ما یک وقتی رئیس حج اوقاف یک مسجد افتتاحش تعمیر میگیم، با درس شروع میکنم. این چیزی گفت اختلاف گفت. ما گفتم که رئیس امیر اگر براست میگوی، من حیث رئیس میگوی، من حیث دلسوز با علما میگی، راه حل همی داره یا نداره؟ من حیث یک رئیس موتر دیوایی رم داری، اندهی موترت ما تا دیوالی میرم، در پناخیل یک مسجد افتتاحش میشد. اموج ما رفتم چون خیشا و دوستا بودن، به خاطر خیشی رفتیم. اگر ما مرد میدان نیستم که سر قبله مسجد زیاد جنجال کنم، میترسم. ترسو ملا هستم، هیچ اندازه نداره. ولی چیزی که حق باشه با حضورم میتونم بگم اینی میشه. خب ما تو فهمیدیم. اونجا واده من گفتم اگر راستی تو رئیس اوقاف هستی و یک ذره پیسه دنیا و یک ذره دلسوزی بدین، چی میشه که این مشکل ما را حل کنی؟ اگر تو فکر میکنی ما از کابل آمدیم باعث جنجال برای کابیسایی هستم، نروار استاچو جرأت بگو آدمی برو. با الله قسم همی حرکت میکنم، یک تشویش ندارم. میریم یک جای اون موجه پرده قدر بیچاره در کابل میشه، پرده من نمیشه. گفتم اگر تو باز راستی دلسوز هستی، خب بگی یک مردانه وار مسئولیت مرا شود. من حیث یک ملا ترجمه حدیث تحت اللذی میفهمم. در جایی که بند خوردم از دوستا کمک میگیرم، در جای بند خوردم از کتابای لغت کار میگیرم، مسئولیتم به واسطه تو رئیس رفع میشه. میمونم مسئولیت به گوش خودت. الله شاهد است والله اگر نگفته باشم نه والا چطور شده چنان شده، هیچ 2 روپا با ما کار نکرد. 2 روپا، همین 2 روپا ناچار نشده که این آدم دلسوزی بایی بکنه که به این میشه بیادر. من رئیس اوقاف هستم، مرا اداره دولت گفت تو دیگه نباش باعث جنجال هستی. کل ما بیغم بشیم یا نمیشیم؟ نبیایی تو یک امر و نام در رفع ادی مشکل نباش. اگر ما باعث مشکل در وطن هستیم، ما چی؟ بیادر خب گپا کوتاه میکنیم، درس متوجه باش. دیروز 12 چیزا در مقدمه کتاب صحیح البخاری یادداشت کردیم. ادی 12 تا اسمش بود و نسب امام بخاری، شاگرداش و روات کتبش، ورع و تقوا و گزارش با مردم، 4می مضمون محنت و ابتلا و زحمات و تکالیف را که در درس حدیث متحمل شده بود، در میشه با درسای خدا بیان کردیم. امور تکرار که درس ما رابطه پیدا بکنه از درسا قاعده شمی است که درس نو با درس سابقه یا درس جدید با درس گونه ارتباط که پیدا کرد، باز آدم چیز یاد میگیره. امام بخاری رحمه الله در زندگی خود سختی‌های زیادی را متحمل شده بود. سختی‌های زیادی را متحمل شده بود
و زندگی تلخ و تنگی را متحمل شده بود و حتی درس حدیثش و درس دینش باعث تبعیدش از وطنش شد. از جایی که پیدا شده بود برش اجازه ندادن که دوباره در اوج زندگی بکنه و بازبان هم صابر بود و شاکر بود. یک جمله که براتون یاد بکنم: ولا قدر فضل المرء یکون حساد. هر کس به هر انداز فضیلت داشته باشه در دین، به همون انداز حاسدا و مخالفین و مقابلین پیدا میکنه. این در شأن امام بخاری رحمه الله بود. باز امام بخاری رحمه الله گفته بود محدث کامل کسی شده میتونه که 4 چیز برای او پیدا شود. بعد از پیدا شدن 4 چیز که صبر استقامت بکنه، 4 چیز دیگه الله نصیبش میکنه. یک مقولات شیخ الاسلام امام الحدیث فی الدنیا ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره البردزبه الجعفی که دیروز براتون گفتیم که وظیفه خانگیتان ایراد بکنه که امام بخاری را خوب بشناسیم که کی است و در خدمت حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم جان داده و گفته که محدث کامل کسی میشه که ابتلا به 4 چیز شود. یک، به شماتت الاعداء، دشمنان در مقابلش دشمنی بکنن و از دشمنی خود در مقابل امام بخاری لذت ببرن که امت شد. 2، و ملامت الاصدقاء، دوستای نزدیکت ملامتت کنن. به خاطر چی؟ که دین به مردم میرسانی، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به مردم میرسانی. این امام بخاری گفته که این میچیده وقتی که یک عالم حدیث باز در این ابتلا و امتحان مواجه شد، باید محدث کامل میشه. 3، و طعن الجهلا، کسی که علم نخوانده باز واد برابر این اهل حدیث با برابر اهل قرآن باز گپای بدنن. مثل که با ما شما میگم تا از بیرون دوستا هرچی میگن ما شما مت نصایح را که روحانی سوام کرد و همچنان فرزند امو شیرینشان و فرزند عالمشان هم کرد و هم تو دیگه بالی سوام پشت گپ مردم نمیگردیم، اما جنجال نمی کنیم که کسی آنچه دین است در جایش عمل میکنیم. در جایی که بفهمیم کسی امیره نمیپذیره اموره نمیگویم اموجا میفهمیم میره به خاطر که مردم جاهل است، عالم نیست. امام بخاری رحمه الله باز 4م جمله را گفت که کسی به این بلا و به این امتحان شود او حسد العلماء، باید که علماء هم در برابر کسایی که واقعا میخوان خدمت به دین بکنن حسد میکنن. میگه این 4 چیز وقتی که در برابر این 4 مهنت باز این صبر کرد، اینجاست که باز کامیابی دنیا و آخرت نصیبش میشه. الله 4 چیز دیگر را در دنیا نصیبش میکنه. او 4 چیز دیگه چی است؟ قناعت را الله نصیبش میکنه. این 4 در 4 جمله که امتحان شد صبر کرده این امتحانا باز الله عزت قناعت نصیبش میکنه. 2، هیبت نفس الله نصیبش میکنه. نفسش با هیبت است، نفسش تابع به شریعت است، نفسی است که این نفس را برابر به شریعت ساخته و این را الله جل جلاله نصیبش میکنه و در پهلویش لذت علم الله نصیبش میکنه. این 3م است. و 4مش هم حیات ابد را الله برش نصیب میکنه. مثل که امام بخاری از لحاظ معنویات زنده هست به خاطر که کتابش در جهان اسلام قبول کرده و ما شما در فضایل و مناقب انقدر کفایت میکنه. میایم در وفاتش. این مضمون 5 ما هست، وفات امام بخاری رحمه الله. علما بیان کردن شب شنبه بعد از نماز خفتن شب عید بود، روز عید وفات کرد و روز عید که صبحش است باز چی شده؟ بعد از نماز پیشین با خاک سپرده شد. در سنه 256 هجری قمری 194 هجری قمری چشم به دنیا گوشید و در سنه 156 از دنیا رحلت کرد و وفات کرد. و باز در نزدیکای وفاتش دعایی هم داشت و دعایش هم الله جل جلاله قبول کرد. یکی از جملاتی را که گفت اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. ای الله زمین با کلانیش بالای ما تنگ شد، ما چی ملامت بودم، ما چی جرم کردم، ما چی جنایت کردم، ما چی گناه کرده بودم.
گوشه های زمین تلاش کردم، سفر کردم، زحمت کشیدم تا علم حدیث به دست آوردم. اما وقتی که در نیشاپور رسیدم علما در برابرم بلند شدن، نیشاپور ترک کردن، با وجودی که امام مسلم یکی از شاگردای خاصش تعقیبش کرد، پیرویش کرد، ولی باز دیگران در برابرش بلند شدن، عاجز ساختنش و بالاخره به وطنش آمد. در وطنش پادشاه و والی در برابرش استاد شد. از پیش تقاضا کرد که این کتابت چه رقم بکو و این کتابت به خانه ما بیا درس بگو. او گفت که مردم پشت علم میره، علم پشت مردم نمیره. اگر تو بچه‌هایت اولادایت پیش ما روان میکنی بالکل ما در خدمت هستم. گپ والی را نگرفت، عزت علم کرد. اما تو که امام مالک رحمه الله برای او پادشاه بود زمان گفت که او فلانیا از خانه شما علم بیرون رفت، شما چطوری جرأت میکنه که من موطای خدا بیام در خانه شما با اولادای تو پادشاه هستی ما ایره تقدیم بکنم و تدریس بکنم؟ اونم تو امام بخاری رحمه الله از عدت علم کار گرفت و بالاخره باعث شد که اون دیگه دعا بکنه اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. ای الله مرا به سوی خود قبض بکن. فما تم الشهر حتی قبضه الله. ما پوره نشده بود که الله او را به طرف خود برد و بر رفیق الاعلی پیوندش محکم کرد. امام بخاری رحمه الله این سختی‌ها و این تکلیف‌ها را دیده. فقط یک مضمون دیگه ش می‌خوانیم، باز دیگه بقیه درسای خود به سبا موکول میکنیم. مولوی سبا را زحمت ندیم و الله برای اجر بده که محفل ما را منور ساختن و محفل ما را باز دعوت دوستای ما را اجابت کردن. مکانت امام بخاری نزد علما چقدر ارزش به نزد علما داشتن و چطور یک امامی بوده. این مضمون ششم ما هست، امیر بسیار مختصر. نعیم ابن حماد میگه که محمد ابن اسماعیل فقیه هذه الامه، فقیه و دانشمندی این امت بوده، فقیه و دانشمندی امت بوده. دیروز من حیث مقدمه یاد کردم که 97 کتاب در جامع صحیح مسند امام بخاری رحمه الله است. کتاب اولش کتاب الایمان و کتاب آخرش کتاب رد علی الجهمیه یا کتاب توحید. وقتی که انسان به عناوین این کتاب متوجه میشه و باز در عمق این باباهایی که تحت این عنوان کلان داخل میشه، واقعا باز یقین میکنه که فقیه هذه الامه، فقیه این امت امان امام بخاری بوده. علی ابن المدنی میگه که محمد ابن اسماعیل اصلا نفسش در دنیا احساس نمیشه. در دنیای امروزی مثل نفس امام بخاری اصلا احساس نمیشه. همه تو یک شخصیتی بوده. عمرو بن علی الفلاس میگه که امام لا یعرف محمد بن اسماعیل لیس بحدیث، یعنی به این معناست که او چی داره که امام بخاری نشناخته، امام بخاری او را من حیث حدیث تایید نکرده، اصلا او حدیث نیست. الله اکبر. امام بخاری او چی داره که من حیث حدیث نمیشناسه. اگر دیگه او حدیث میگن این به این نظرش هست که اصلا او حدیث نیست. یعنی به این معنا که مکانت علمی امام بخاری را این عالم هم چی میکنه؟ تایید میکنه. امام ائمه از جمع امام ائمه اربعه امام احمد حنبل میگه که ما اخرجت خراسان زمین اصلا در خود ندارد که مثل امام بخاری باشه. یعنی نفر دوم خراسان نمیداشته باشه که به درجه علمی امام بخاری رسیده باشه. به هر ترتیب الله ما شما را توفیق بده که درسای صحیح البخاری را بسیار درست تعقیب کرده باشیم. نیت ما بی باشه که فقط با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنایی پیدا کرده باشیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم خود با شناخت برش پیدا کرده باشیم و امیدوار باشیم که جوابی هم در برابر اصول ثلاثه دین، یکیش سوال من ربک است و دیگه‌ش هم سوال من نبیک است، در این سوال هم ما با جواب داده باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب شناخته باشیم. شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم، امرای اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم، افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم، صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، تقاریر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.